مهمترین جمله‌ای که من خودم شنیدم به من گفتن، که من یک بار گفتم که خب من چجوری باید بچه‌مو تربیت بکنم، به من گفتن که احتیاج نیست بچه‌تو تربیت بکنی، خودتو تربیت بکن. دقیقاً. یعنی تو اگر خودت رو تربیت بکنی، اگر تو تربیت شده باشی، بچه تو هم تربیت خواهد شد، چون اصلا رو دست تو نگاه میکنه، عملا رو دست تو نگاه به میکنه. عنوان یه روانشناس بهتون میگم بچه‌تون رو تربیت نکنید، فایده نداره تا زمانی که خودتون رو تربیت نکردید. میخواید بچه‌تون کتابخون بشه، کتاب بخونید. میخواید داد نزنه، داد نزنید. میخواید پرخاشگر نباشه، پرخاشگری نکنید. میخواد مؤدب باشه، مؤدب باشید. میخواد احترامیتون رو نگه داره، احترامش رو نگه دارید. بچه آینه شماست، کاری نداره خیلی شما چی میگید، بلکه فقط رفتار شما رو نگاه میکنه و اونو الگو سازی میکنه و خودش اونا رو پیاده میکنه. پس خودتون رو تربیت کنید، بچه‌تون تربیت میشه.